هم رقابت کردن که اینجا بیاد اکنون توجه میکنیم به حیات دسته و بعداً آید این موضوع صحبت خواهیم کرد. زیازاده 19 حسین نورمتов رقم 8 سعید مختار عظیموف ربی دسته خوجند شهر خوجند و اکنون ارتیوم سیردیوک در این روند یک حرکت جول خوجند به میان اومد وقتی که ارتیوم سیردیوک توپ را به این نیمه هوا داد و دقیقاً هم سرداور به قسم اولی بخوری دهد الهام براتوف. امکانیت برای فوتبال بازان اگر همین گل نشود گل اگر این گل نشود حتما شهزاد مامورجانوف به کاری دیگر شغل ورزد. لازم است دو دفعه دسته خوجند در موسم امسال بیاد یک بار دیگر میبینیم که از خط مرکز هم یک پرتافت دقیقی الهام براتوف و واقعا هم در این روند خیلی مامورجانوف شهزاد جان خوب توپ را نظارت کرد و ضربه نچندان قوی بود. ارتیوم سیردیوک الکی در جای این فوتبال باز قرار دارد. کامران تورسونوف را اکنون احاطه کردن او را میافتانند. نشاط و خرسندی دیدم. سعید مختار رسالوف جبردیده چگونه جریمه 11 متره را با نشان میرساند. نتیجه را کامران تورسونوف برابر کرد پیش از آنه که با تنفس برایند. اکنون حساب بازی دسته ها در دور 24 و در سیومین رقابت امساله مساوی یک شد. انا همین لحظه بود که بسیار هم سعید ولی توردیوف در فاصله خیلی نزدیک قرار داشت و این پایدستی تیزی رو هم پیخست کرد. سپس کامران تورسونوف ضربه زد و قربان علی بابایوف توان برگردانیدن این ضربه را نداشت و همین طور حساب برابر شد. تمام ضربه یک جریمه بزنن این کار عالم جان کریم رو به انجام میرساند. ضربه پای راست عالم جان انا گولو مانا گل واقعا هم از فاصله دور چون در خصوص قوی بودن ضربه های پای راست دفاعگر مرکز حرف زدیم و واقعا همین را ثابت کرد که ضربه اش استوار است و اکنون این مراتبه بسیار هم مخلصان استرابشن را مجبور کرد که باز هم در این روند اندک باز به صمیمیت و باز هم از این جالبتر و جاذبتر مخلصان را دسته را مخلصی کنند. بهترین گل در همین دور براسی بدون گفتگو جالبترین و عالیترین گل در دور 24 چمپیونات مملکت. دقیقه 3 وقت اضافه بختیار چاریوف در این نقطه. اکنون باز جهانگیر سفرов یک پرتاب به کناری راست یک ضربه دیگره که چو کوشش میکنند. حالا هم زیازاده از اوت توپ را به بازی میدرارد در این روند. آخرین باز هم دلاور با پوزی و اکنون همین طور صدای هشدار که داور بلند میگردد. بله با حسابی 2-1 حساب بود.